روز 13 مارس مناقشه‌ای که در منطقه واروخ و اقصای قرغیزستان سر زد، به خاطر این سر زد که جانب قرغیزستان یک راهی را که در منطقه هنوز بحثش به انجام نرسیده خواستن آغاز کنند، ولی مردم واروخ پیش راه اون را گرفتند که این را به طور قانونی، یعنی هنوز باید مشورت کرد و بعد انجام داد و این باعث مناقشه دو طرف و ماجرای دو طرف سر زد که در یک بلندی که از نوارهایی که برای ما از جای حادثه فرستادن، مردم دو طرف به هم سنگ اندازی داشتند و در این نوارها ما می‌دیدیم که ماشین یاری تجلیلی آدمان مجروح شده را به بیمارخانه شهر اصفهان می‌برد و ما در این نوارها می‌دیدیم که مردم با بحث زیاد تلاش می‌کردند که یک که طرف دیگر را بدون گذشت عیبدار کند و طوری که ساکنان منطقه به ما گفتند در این ماجرا ساکنان اقصای چندین از ساکنان واروخ را به گرفت گرفتند که حدود 30 نفر بودند که شب دیروز آنها آزاد شدند. ضمناً بعد از شروع این ماجرا و انجام این ماجرا در منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان، خدمات مرزبانی قرغیزستان با پخش یک اظهارات تاکید کرد که این ماجرا باعث مجروح شدن ساکنان قرغیزستان و هم تاجیکستان شده است. صبح بر وقت امروز ریاست مرزبانی یا سرحدبانی تاجیکستان نیز با یک اظهارات اندکی با لحن تند تاکید کرد که در این ماجرا با عیب یکی از ساکنان، یعنی که رئیس محله اقصای قرغیزستان صورت گرفت و که باعث مجروح شدن و حتی کشته شدن یک شهروند تاجیکستان شده است. مقامات میگویند برای مانع شدن به ادامه مناقشه در روز 13 مارس سرحدبانان دو کشور به هوا تیر انداختند تا مردم پراکنده شوند. مقامات قرغیزستان گفتند که یک شهروند این کشور جراحت برداشته است و یک ماشین و خانه متعلق به شهروند دیگر سوخته است. معاون نخست وزیر این کشور برای آشنایی با وضع به ولایت بادکن سفر کرده است. بعد سقوط شوروی در سال 1990 تاجیکستان و قرغیزستان از مرز 976 کیلومتری دو کشور تا کنون 504 کیلومتر آن را تعیین و علامت گذاری کردند. در منطقه‌های بحث برانگیز که مردم زیاد زندگی می‌کنند، دو طرف نتوانستند به موافقه برسند. در روستاهای دو طرف مرز که روز به روز اهالیشان زیاد می شود، ساکنان ولایت‌های سوخت و بادکن برای آب و چراگاه و زمین دست به گریبان شدند. در مناقشه‌ها در سالهای گذشته که ده‌ها نفر کشته شدند، آنهایی که بعضا در منطقه نظارت می‌کنند می‌گویند در صورت بی‌ثمر ماندن مذاکرات حکومت‌ها برای تعیین و علامت‌گذاری مرز دو کشور ممکن است در آینده مناقشه‌ها بیشتر و بدتر شوند.